سلام، دوست خیلی خوبم پندار نبی‌پور چالش ایرانی خیلی خوبی طراحی کرده در راه جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب تا در اون یک داستان آبکی تعریف بکنیم، یک داستانی که مربوط به آبه و یا مربوط به صرفه‌جویی و همچنین یک راهکار برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب توصیه کنم. واقعیتش اینجا یه مدت زیادی که این مدت خشکسالی شده بود در مالزی و آب جیره بندی شده بود. ما 4 روز در هفته 3 روز در هفته آب نداشتیم و خیلی سخت همزمان شده بود با روزهایی که من خیلی روزهای سختی رو در واقع داشتم سپری می‌کردم، چون انواع اقسام بلایای آسمانی سرم آمده بود و درگیری کاری داشتم، درگیری اقامتی داشتم، درگیری ویزایی داشتم، درگیری مالی داشتم، درگیری عاطفی داشتم. خلاصه هر درگیری که یک انسان باید در زندگیش داشته باشه رو داشتم و در کنار همه اینها بیابی هم حالا اضافه شده و من اون روزها میمردم برای یک دوش اگه میگرفتم خیلی از مشکلاتم حل میشد. یعنی مثلا خیلی از چیزایی که از دست دادم تو این دوره سخت شاید دیگه از دست نمیدادم. اگه یه دوش میگرفتم حالم خوب میشد، مشکل حل میشد، فکرم کار میکرد. ولی نبود دوش، خواستم دوش بگیرم بعد میرفتم مسجد محل، سعی میکردم مثلا یه روز 2 روز در میون بگیرم، بعد میرفتیم مسجد محل، بعد میرفتیم استخر محله اونجا هم میکردم دستشویی اگر داشتیم، بعد میرفتیم پاساژ محله مثلا. خیلی سخت، خصوصا مثلا من آدمی ام که مدت زیادی میشینم تو دستشویی فکر میکنم، مینویسم. من همچین امکانی هم دیگه نداشتم. خیلی سخت. و یه بارم من جیشم گرفت، ادرارم گرفت، در واقع نصف شب بود، خیلی شدید دیگه. مثلا 2 روز بود، یا 2 روز نه، ولی یه روز مثلا هیچ کار نکرده بودم، از صبح خیلی آب خورده بودم، هیچ کنترل می‌کردم، دیگه نمیشه. و دیدم هیچ راهی ندارم جز این که برم تو کوچه، چون پیاده دیگه نمیشد رفت تا جایی کاری کرد. و دیدم بهترین راهی که برم یه خدمتی هم در حق طبیعت بکنم و رفتم توی کوچه ایستادم، خب آماده شدم و اینا و شروع کردم به ادرار که یه هم موقع گشت محل رد شد موتور. بعد همینجور من نگاه میکرد، من هول شده بودم چیکار بکنم، یه این فواره پارک همینجور میچرخیدم و اینا. خیلی بد بود. خلاصه بدون اینقدر راه بود. انشالله خوشسالی سر هیچ کس نیاد که داره سر ما میاد، یعنی اومده و ما مصرف آب رو باید جدی بگیریم، باید صرفه جویی بکنیم. خیلی 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 قضیه بیشتر از اون میشه که فکر بکنیم در حال حاضر جدی شد. یعنی بیشتر از اون حدی که اون اردکه میومد تو تلویزیون که آب واسه ما حیاتیه دیگه، اون قطره. خیلی بیشتر از این قضیه جدی شده و متاسفانه ما تو ایران تنها کشوریه که این کولرایی که ما داریم، این کولرها تو دنیا به اسم کولر ایرانی میشناسن. این در ایران فقط استفاده میشه، یا شاید یک دو کشور، ولی بیشتر استفاده کولر آبی در تهران، در ایران. و ما اصلا همین آب شیرمون تصفیه شده است. ما اینجا آب شیر تصفیه شده نیست، ما باید اون آب بخریم بخوریم. و آب فاضلاب رو در بیشتر کشورهای دنیا تصفیه میکنن و مردم باهاش لباساشون رو میشورن، مردم باهاشون کارهای روزمرهشون رو انجام میدن. و حالا کشورهایی هم که نمیخوان استفاده عمومی بشه از آب فاضلاب رو تصفیه میکنن و میریزن توی رودخونه ها و ما الان آب فاضلاب رو تصفیه نشده میریزیم توی رودخونه ها. بعد این میره تو گیاهان، میره تو مزارع و سبزی هامون آلوده میشن، سبزی آلوده میخوریم و هزاران بساط دیگه که بعدش میشه. خلاصه در مصرف آب صرفه جویی کنید. یک سایتی هم هست که 101 راه اگر اشتباه نکنم برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب رو توصیه میکنه. من اون سایت ها رو، اسم این سایت رو میذارم و که ببینید چیکار باید بکنید. و امیدوارم که این چالش بچرخه، دیده بشه و باعث بشه که کمکی بشه در جلوگیری از این روند خطرناک.